ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا، اگر الله تعالی یعلم الله فی قلوبکم خیرا، اگر الله تعالی در دلهای شما خیر ببیند، خیری خبر داشته باشد، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، به شما خواهد داد خیری، چیزی بهتر از آنچه که از شما گرفته شده است. مقداری باز دقیق تر بشیم روی آیه. میخوام یک قاعده از این آیه بگیریم، یک درس بزرگ، این رو حفظ بکنید. ولی عزیزانی که در کلاس حفظ با ما نیستید، آیات رو حفظ نمی کنید، فقط در ترجمه همراه ما هستید، این قطعه رو حفظ کنید. ای یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، ای یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. اگر الله تعالی خیری در قلبهای شما سراغ داشته باشه، به شما خیر میدهد. ای یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. اگر الله تعالی در دل شما خیر ببینه، خوبی ببینه، نیکی ببینه، به شما خیر خواهد داد. قلبت رو پر کن از محبت، از گذشت، از حب خیر، از نیکی و احترام به دیگران، از صفات محمود، از صفات پسندیده. قلبت رو پاک کن از کینه، از بغض، از تکبر، از غرور. نیتتو صالح بکن با یک قلب پاک، با یک قلبی پر از احساسهای خوب، با یک قلبی سرشار از صفات حمیده، با یک قلبی خالی از هر گونه صفت بد. به پیشگاه الله تعالی حاضر شو، قلبتو پاک کن، قلبتو خیر کن تا الله تعالی خیرش رو بر تو نازل کن. یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. الله تعالی در دل شما خیر ببینه، خیر بهت میده. خوب باش تا خوبی ببینی، با دیگران خوبی کن تا الله تعالی با تو خوبی کنه. اگر با نیت پاک، با قلب صالح، با قصد نیک کاری رو انجام دادی، چیزی از دستت رفت، وقتت، مالت، فرصت‌هایی که داشتی، هیچ قصه نخور. تا وقتی که قلبت پاکه، تا وقتی که قلبت خوبه، تا وقتی که در قلبت زیبایی ها رو تربیت میکنی، یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. اگه قلبت زیبا باشه، الله تعالی هر آن چیزی رو که از تو گرفته شده، هر آن چیزی رو که در راه زیبا کردن این قلبت، احساسات زیبای قلبت، اون صفات نیک و خوبی که در قلبت داشتی از دست دادی، الله تعالی بهتر از اون رو بهت میده. یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. اگر در راه دین، در راه الله تعالی، در راه توحید، در راه پاک بودن، در راه خدمت به جامعه، در راه خدمت به انسانیت، در راه انسان زیستن، در راه پاک کردن قلبت وقتت رو دادی، مالت رو دادی، خونه و کاشانه رو ترک کردی، به غربت رفتی، مشکلات تحمل کردی، هیچ ناراحت نباش که الله تعالی بهتر از اون چیزی رو که از تو گرفته شده بهت پس میده، بلکه بیشتر و بیشتر بهت پس میده. یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. به این شرط که نیتت پاک باشه. صبح که از خونه میره بیرون، قلبتو پاک کن، قلبتو شستشو بده، قلبتو زیبا کن تا زیبایی های الله تعالی بهت نصیب بشه. اگه به دنبال خیری، اگر میخوای خیرات و برکات الله تعالی بر تو نازل بشه، باید قلبتو پاک کنی، باید
یک ظرف زیبایی تهیه بکنید تا زیبایی ها در اون ریخته بشه. یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. اگر الله تعالی قلب تو زیبا دید، هیچ قصه نخور. چقدر زیباست صداقت با الله تعالی. تو با خدای خودت صادق باش. تو قلبت محل ارتباطت با الله تعالی پاک باشه. با الله صادق باش. با خدای خودت پاک باش. با خدای خودت صادق باش. در قلبت هیچ صفت بدی رو حمل نکن. اون موقع ببین الله تعالی چطور زندگی تو رو متحول خواهد کرد. اون موقع منتظر باش تا خیر الله تعالی رو ببینی که چگونه در قلبت فرو میریزه. اون موقع ببین که این قلبت چطور سرچشمه خیرها و برکتها میشه. چطور این قلبت رحمتهای الله رو، خیرات و برکات رو به سمت تو میکشه. قلبتو پاک کن. یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. اگر الله تعالی اینو حفظ کنید، این یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اگر الله تعالی قلب تو خوب ببینه، قشنگ ببینه، زیبا ببینه، بهت خیر میده. خیرا مما اخذ منکم، بهتر از اون چیزایی که از شما گرفته شده. حتی اگر میخوای اون چیزایی رو که از دست دادی الله تعالی بهت پس بده، یک راه داره. قلبتو پاک کن. قلبتو به دست بیار. قلبی رو که اول پاک بود، قلبتو پاک کن، درستش کن، بشورش، قشنگش کن، خوشگلش کن تا الله تعالی نعمتهای قشنگ و خوشگلش رو برات بفرسته. و یغفر لکم. یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، بهتر از اون چیزی که از دست داده بهت پس میده. و یغفر لکم، و میبخشتت. دیگه چی میخوای بیشتر از الله تعالی که من تو رو ببخشه؟ چی میخوایم؟ بخشش الله تعالی یعنی ضمانت ورود به بهشت. بخشش الله تعالی یعنی محبوب شدن در آسمان و زمین. بخشش الله تعالی یعنی زیبا شدن، یعنی انسان شدن، یعنی یک تولد جدید، یعنی یک زندگی جدید، یعنی نزول رحمت‌های الهی، یعنی یک احساس زیبا، یعنی یک زندگی با شور و شعف، یعنی با وجود مشکلات دنیا از تمام مشکلات لذت ببرید. یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم و یغفر لکم. و الله تعالی شما رو میبخشه. والله غفور رحیم. الله تعالی بسیار بخشنده است، بسیار مهربانه. اگر میخوای این بخشندگی و مهربانی رو به دست بیاری، از قلبت شروع کن، از خانه دلت شروع کن. جارو بگیر، خونه دلتو جارو کن. هر اون چیزی که شایسته اینجا نیست بندازش دور. جارو خاکانداز بردار، بنداز داخل خاکانداز، پرتش کن بیرون، پاکش کن، تمیزش کن، قشنگش کن تا موقع خیرات و رحمت ها وارد بشه در این فضای قشنگ. میهمان شایسته داری، میهمان بزرگی داری، مکان بزرگ و تمیزی براش تمیز آماده کن. قلب بزرگه، خیلی بزرگه برای هر میهمانی، فقط نظافت میخواد. تمیزش کن تا بهترین ها بیان میهمان قلبت بشن، تا زندگیت لذت ببری. یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم و یغفر لکم والله غفور رحیم.